دیار در دامن کوههای سر به افلاک، زادگاه جوانمرد برنادل و وطن دوستدار واسه، دره مختار که در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان جایگیر است، طبیعت دارد جالب و دیدنی. این موضع مکان است که در درختان سر به فلک کشیده دست پرورده و در تار تار سنگ‌های پابرجای خانه و جوازخانه قهرمان خلق تاجیک واسه میتوان عطر معطر آزادی‌خواهی مردم این محل را احساس نمود. از خود واسه، از باباش، پدرش، خب در اینجا تا حاضر ما وقتی که ما از اینجا آمدیم و پدر ما قلبور بود همینجا یک چند درختش باقی مانده است. من همین درخت صده این دست نهال خود بابای واسه است. من این چنارایی که ما در قسم پایانی ایستادگیم این چنارا از باباش ماندگیم. در قسم بالا سرفه هست. این سرفه من همون خرسنگایی که ماندگی هن همون خرسنگ ها ایواز شدگی نیست. مردم دره مختار بعد واسه مردم دره مختار در اینجا مهمان نوازی میکرد، مردم بیگاهی می آمدن دم میگرفتن دیگر. من این سرفه ماندگی. در قسم بالا چشمه چراغ میگن. من اون چشمه چراغ از همون دور ماندگی حاضر شرشره کردگی جای همون چشمه، من چشمه چراغ اون ماندگی و تاجای من همون جوازخانهش من که با سنگ چیندگی هست که تو اینکه وای گم نشود یا داشت بماند، من همون سنگ دیوالای جای جوازخانهش تا امروز محفوظ ماندگی. دره مختار دیاری است از صحفه‌های تاریخ. با گذشت بیش از 130 سال با تشبث پیوندان قهرمان، حولی و قسمت از جوازخانه‌اش در شکل پیشینه محفوظ ماندند. در زمان صاحب استقلالی که زمان بنیاد دولت نوین تاجیک به حساب می رود، مرحله است که حکومت مملکت بهر پاسداری و حفظ ارزش‌های اصیل تاریخی تلاش‌ها نموده ایستاده است. این است که به خاطر احترام جانبازی‌های قهرمان ملت که در راه آزادی و استقلال ملی مردم زحمتکش مبارزه برده است، حدود و حوله واسه همچون ممنونگاه اعلان گردیده در جای خانه‌اش در بلندی 5 متر مجسمه قهرمان ساخته شده برای تمام سیاحان از روی شکل جوازخانه واسه امثله جوازخانه‌اش بنیاد گردیده در طرف چپ حوله آثارخانه زیبا و زمانوی بنیاد گردیده است که صدها سیاحان خارجی و داخلی از آن دیدن می‌نمایند. دوره استقلالیت این یک دوره هست که مردم با آن آرزو و آمالی که مردم داشت با همون آرزو و آمال با خود تشبث جناب اول محترم امام علی رحمان مردم به همون آرزو و آمالشون رسیدن. دیگر یگان جای کمبودی و یگان چیز نیست. اون چیزی که مردم میخواست در همین دوره استقلالیت اونها به آرزوشون رسیدن. ننگ و ناموس ملی داشتن، حریت ملی داشتن این شرف است. من فکر میکنم که انا همین زیبایی انا محل جایگیر شوی انا موضع آثارخانه واسه با خود سیاحانی زیاد را جلب کرده است و اگر ما نگاه با 6 ماه آخر سال جاری نگاه کنیم زیاده از 3000 سیاحان به این موضع از این موضع دیدن کردن، یعنی از آثارخانه واسه، و از این 27 نفرش سیاحان خارجی بودن و دیگرانش سیاحان داخلی هستند و هر روزه ما شاهد هستیم که به نهایت تماشابینان و سیاحان از این موضع به نهایت زیبا دیدن میکنند.
دلسوزی همون مردم بود که در اینجا جوازخانه بود. جوازخانه، این جوازخانه تا سال 67 ما وجود داشت. این جوازخانه شخصی نبود، از خود همون واسه ساخت با مردم داد که بگیرین موادتون بیاورین زندگیتون پیش برین. در قسم بالا توتای سر آسیاب میگن تا حاضرم. توتای سر آسیاب در اونجا اگر شما در داخل آسیابخانه دیده باشید سنگ آسیابی مایده های، او سنگای آسیاب کلان قره او مایده های در اونجا آسیاب کرده بود. آسیاب در وقت بهار بیارین آرد کنین گندم چند قره که داشته باشه آرد کنین با مردم بتین. در این جایی که حاضر همینجا ایستادگیم در قسم پایان همیشه اینجا مسجد بود دیگه، همینجا ساخته بود. در اینجا صغیره های به کس به صاحب عمر به سر می بردن، آره نگاه بانی میکرد. همین خیل واسه همین خیل خصلت و خراکتر داشت. اینا در مردم درک میکنه، اینا مردم گفت یا ما نمی از پیش خود و از یگان چیز دیگر. حالا ما در جوازخانه قرار داریم و این جوازخانه با آثارخانه یک زیب و زینت دیگر ضم میکند و هر یک سوی که به این آثارخانه قدم رنجه میکند البته از اینجا دیدن میکند، چون که شغل اساسی واسه این جوازکشی بود و من میخوام یک کمی معلومات درباره اینمی کارکرد اینمی جواز به شما معلومات دهم. این اسبابی که با کارکرد روغن از رسانه‌های روغن دهنده کارکرد میشد، همه این از چوب ساخته شده است و طرز کار کردن چنین بود. در این راهروی که من ایستادم در اطراف جوازخانه است، این راهرو برای دور زدن اسب استفاده برده میشد. از سبب نبودن برق اون وقت همه کارها با واسطه چارو و بگیم که دستی کار کرد میشنن. انا چطور ما قید کردیم از این راهرو اسب داخل شده در اطراف این چرخ میزد و این بگیم که اسباب با اسب نصب کرده میشد. در این دور زده در اینجا بگیم انمو رسانی روغن دهنده مخصوصا زغیر و اینجا انداخته میشد و در نتیجه انم خیلی دور زدن این تیره که در داخل این است و این رسانی فشار آورده روغن این رو از وی جدا میکرد و در ظرفهای همان وقته که از کلال و دیگر میس و دیگر ساخته شده بودند در آن گرفته شده یک مدت کوتاه مانده میشد برای تکشین شدن و بعد با بازارهای اون وقته خوالین به فروش داده میشدند و نگفته نماند که در برابر گویم که کاریدن همین گونه رسانه‌های روغن دهنده باز واسه از بگیم که همین دههای اطراف همین نوی رسانه رو خریداری میکرد، در اینجا کار کرده روغنش رو بگیم که چه خرید کردیم با بازار و فروش گذاشته میشد. سه کیلومتر دورتر از خانه قهرمان واقع در بلندی 2,500 متر بلندتر از سطح بر مکان تاریخی که تا حال آثارش حفظ شده است واقع است.
طبق شنیده ها زمانی که واسه بیدادگری و ناعدالتی زیادی بیکان بلجوان را می‌بیند، از مردم دعوت به عمل می‌آورد که باید به مقابل بدخواهی و رفتار ناشایم حاکمان دور مبارزه بود. در بلندی کوه بالای ده گلخنی را برمی‌افروزم، هر آن کس که با من است در همان مکان جمع بیاید. خیلی که ما از رومانی واسه واقف هستیم، البته واسه پیش از آنی که به شورش سر کرد یک موضع را که با نام سرسقاوه در یک بلندی جایگیر شده است. از اینجا یک تقریبا 3-4 کیلومتر دورتر واقع است با نام سرسقاوه. این یک موضع است که به نهایت در یک جای بلندی جایگیر شده است و واسه پیش از آنی که شورش را آغاز کند و یک با مردم فهمانده بود که در همین قلعه بلند سرسقاوه آتش می‌افروزیم و در برابر دیدن آتش باید شما جمع شوید و آماده شوید برای شورش. و در این موضعی که ما حاضر ایستاده ایم، همین گلخن آرایستنی واسه که از اینجا 3-4 کیلومتر دورتر است، نمونه همه را در اینجا ساخته شده است، چون که بعضی سیاحان از سبب دور بودن وی با آنجا رفتن نمیتوانند. نمونه یعنی همان را در اینجا ساخته شده است و مرزی سیاحان گذاشته می شود. گلخن واسه رمزی است از شکوه و شهامت اراده شکست ناپذیر مردم تاجیک. آن افاده‌گر هویت و نفوذ و اعتبار این ملت آزادیخواه به شمار می رود. سرخی گلخن واسه نشانه روی سرخی و عدالت خواهی دهقانان زحمتکش است که سال 1888 به عمل آمده بود. مامونگاه جمهوریوی به نام موسه که در ناحیه خاولین جایگیر است، یکی از مفزع‌های دیدنی وطن بوده. مکانی می باشد که با شنیدن قصه های واقعی که ریشه پیوندان قهرمان نقل می کنند، می توان بی شبهه به همه آن قصه و شنیده ها باور کرد. و با دیدن رسم های جالبی که رسامان چیره دست از روی قصه و روایت ها و اثرهای تاریخی شنیده تصویر نمودند، می توان آن همه واقعیت تاریخی را دید و روی صفحه های تاریخی وطن و فکر فرو رفت. پس از دیدن این همه جالبیت با آر می توان گفت تاجیکستان اینجاست.